حمله آمریکا به عراق در مشهد بر علیه ایران 14,000 یورو مسلح به مرز رئیس جمهور آمریکا در حمله کاندلیزا رایس اعلام کرد که مذاکرات با ایران ماها ایرانی‌ایم، سربازای قهرمان، نمیذاریم دشمن بشه وارد مرز ما. جنگجویان کوه و دشت و صحرا شکست ناپذیرند توی گرم و سرما. زیاد سرباز پیاده نمیشه ویران کشور به دست بیگانه، دشمن بیادش میگانش. فکر نکنی یه وقت صرفم غلط، ما ایرانی ها هممون هستیم وطن پرست. 8 سال جنگیدیم توی دفاع مقدس، الانم بیان هنوز پر خشاب تفنگم. نمیترسیم از بومی با صدای بلندتری، مالمون واسه شما سلاح کشنده است. همگی به سادگی بسیج و منسجم میشیم متحد از نقاط مختلف. دشمن این خاکو میکنیم ما منفجر، چون ایران متعلق به این امته. ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. بهر نبردی بی امان آماده باش، آماده باش. ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. بهر نبردی بی امان آماده باش، آماده باش. همش میکنی صحبت از حمله به ایران، روش ببینمت میکوبونم سرت به دیوار. میخوام بیان شما از آمریکا جنگ را بندازین حالا توی آسیا. آدم کشی دیگه بسه مثل نازیا، خبر ندارین هنوز گشتن مثل آفریقا. چرا خدمت نمی کنین توی جاهای پس؟ چون که فقط اونا ندارن چاهای نفت. اگه از افغانستانن کنین لشکر کشی، میمیرین قبل که وارد مشهد بشین. وقت ندارین حتی شما اشهد بگین، بترسین از ما چون ما جنگنده ایم. وقت حرف جمعیات ما هستیم وسط، چون که بین ما و شماها ما مردیم فقط. دشمنا بدونی که ماها ترس نداریم، پس اصلا رو اعصابمون دست نذاریم. ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. بر نبردی بی امان آماده باش، آماده باش. ای لشکر صاحب